دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم پارک دانشجوی رشت. امروز دوشنبه 24 مهر ماه و ساعت حدود 11 صبح استش. پارک دانشجوی رشت در نزدیکی میدان یخسازی و در مجاورت تالاب عینک رشت قرار داده. این پارک در سال 1377 تأسیس شد. از ویژگی‌های منحصر به فرد این پارک نسبت به سایر پارک‌های رشت وجود آبگیر طبیعی است که به تالاب عینک رشت متصله. وجود صندلی و جای نشستن در اطراف این آبگیر، امکان ماهیگیری و قایق سواری در این تالاب، وجود فضای سبز زیبا، وجود وسایل ورزشی و بازی و سرگرمی برای کودکان از امکانات دیگر این پارک زیباست. میدان یخسازی هم که در ابتدای جاده رشت به فومن قرار داره. قبلا ولاگ مربوط به پارک مفاخر و باغ محتشم رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. قدم زدن در سراسر این آبگیر طبیعی میتونه به شما حس خوب و شادابی بده و مکان بسیار خوب و جالبی برای پیاده روی هفتگیتون میتونه باشه. خواهشم با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. Ese. Pasa sama ni. Semua ni orang. Ya, apa?
برو کنی کم قبلا همون قبلا رو.